به نام خدا و درود به شما عزیزان. تمنا هاشمی هستم و شما بیننده چینل من تمنا هاشمی. عزیزان، در این ویدیو یک کد بسیار مهم بر شما آموزش میدم اگر از گوشی های سامسونگ استفاده میکنید. پس تا آخر ویدیو مرا همراه باشید و اگر چینل من تا حالا سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید. میریم به شماره گیری موبایل. کد ستاره علامت نمبر 62 علامت نمبر اوکی. عزیزا، وقتی که کد میزنین این صفحه به شما ظاهر میشه. این صفحه وضعیت انتقال یا کال فارواردینگ به ما شما نشان میده. این به این معنی است وقتی که تلفن ما خاموش باشه یا آنتن نداشته باشه و یا هم در دسترس نباشه، تماس های ما به کدام شماره انتقال پیدا میکنه. معمولا عزیزا تماس ها به صندوق صوتی میره که به طور پیشفرض تمام سیم کارت ها فعال است. مثلا وقتی که تلفن ما خاموش است و ما پیام صوتی روان میشه که مثلا سلام محمد هستم، وقتی که تلفن روشن کردی یا پیام ما دریافت کردی به من زنگ بزن. این نمی پیام صوتی به صندوق صوتی میره و از طریق همون شبکه‌های مخابراتی این پیام به ما و شما میاد. اگر بخوایم که نمی پیام ما دریافت نکنیم چطور غیر فعالش میکنیم؟ علامت نمبر 62 علامت نمبر اوکی بزنین. این نمی تماس صوتی در گوشیتان غیر فعال میشه و دیگه شما این تماس صوتی را نمیتونین دریافت بکنین. اگر ویدیو خوشت آمد حتما چینل ما سابسکرایب بکن تا ویدیوهای بعدی را از ندی. تا ویدیوهای دیگه، الله نگهدار.